سلام خدمت همه دوستان. من بعد چند وقت گشتن چند جا بنزین بزنم، بنزین بتونم بگیرم که بتونم روشن کنم دوستان عزیز، بتونم یه ذره اطلاعات بهشون بدم، تونستم دوتا بنزین رو پیدا کنم. بنزین ها معمولا یه سبز یا قرمز، حالا ما خودم به رنگ میگیم. یورو 4 احتمالا، اینم یورو 3 بنزین های قدیمیه. این دوستان 70% ایراداتی که به موتورهای انژکتوری مثل این بنده خدا که الان آوردیم و سرویسش انجام دادیم، ایراد اینه که شما یک جای مشخص بنزین نمیزنید. ببینید هر کدوم این بنزینا موادی که میخورن، اون تولیدی که پالایشگاهی که داره تولید میکنه، همه چیشون با هم فرق داره. این دوتا وقتی با هم قاطی میشه کیفیت بنزین میاد پایین، چه بسا گل هم تولید میکنه. یعنی بعضی وقتا موتور شما وا میکنید باک بنزین رو میبینید فیلتر بنزین پر لجنه که باعث سوختن میشه، چون هر چقدر پمپ میاد مکش کنه داره زور میزنه که